در لهستان روز 27 انور مراسم گرامیداشت خاطره قربانیان و آزاد کردن بازماندگان اردوگاه مرگ اوسوینتسیم و یا آوشویتس برگزار شد. 70 سال پیش سربازان شوروی سابق این اردوگاه را از دست فاشیستان آلمانی آزاد کردند. هر سال روز 27 انور روز بین المللی گرامیداشت خاطره قربانیان هولوکاست و یا قتل عام یهودیان است. آوشویتس یکی از اردوگاه‌های بدترین آلمان فاشیستی بود که در آن صدها هزار نفر را نابود کردند. در مجموع 6 میلیون یهودی و اقلیت‌های ملی دیگر خرد در آن زمان کشته شدند. رادیوی آزادی در این باره یک فیلم مستند برداشت و یک قهرمان فیلم داگمار لیبلووا ساکن جمهوری چک است که در آوشویتس روزهای سیاهی را پشت سر کرده است و درباره بار اول به اردوگاه مرگ افتادنش چنین نقل کرد. When you hear it the first time, so you can't believe it because it sounds so. معلومه که وقتی برای اولین بار چنین چیزی را میشنوید آن را باور نمی‌کنید، چون غیر قابل باور به نظر می‌رسد. اما خیلی زود آن را به صورت واقعی دیدیم. بعد از 3 ماه که وارد آشویتس شده بودیم، در ماه مارس 1944 قرار بود تعدادی از افرادی که تا آن موقع 6 ماه را در آشویتس گذرانده بودند به کمپ دیگری فرستاده شوند. اما آنها به اردوگاه دیگری نرفتند. به اتاق گاز فرستاده و همه در یک شب کشته شدند. شب 8 مارس 1944 چندین نفر از اقوام ما هم از جمله عموی من و خانواده‌اش و عده‌ای از دوستانمان در همان شب از بین رفتند. بعد از آن شایعات جدیدی منتشر شد. گفته میشد کسانی که با گاز خفه شدند 6 ماه در قرنطینه بودند و بعد به اتاق گاز برده شدند. گفته میشد ما هم شامل این دستور ویژه میشویم. خیلی احساس عجیبی بود. زمان خیلی عجیب و سختی بود. من تقریباً 15 سال داشتم و فکر می‌کردم تنها 3 ماه فرصت دارم. نمی‌توانستم تصور کنم بعد از 3 ماه همه چیز تمام می‌شود و هیچ وقت نمی‌توانم چیز دیگری جز اردوگاه و بلوک‌ها و سیم‌ها را ببینم. I couldn't just imagine that after 3 months everything would be over. بنا به نقل بازماندگان، فاشیستان آلمانی وقتی مردم را به آوشویتس می‌بردند، قسمتی قابل کار می‌فرمودند، نابالغان و پیرانسالان و کودکان را به کامره مرگ می‌فرستادند. خانم لیبلووا را یک خطا نجات داده است. کسی سال تولد او را 4 سال بزرگتر نشان داده است و همین خطا او را از مرگ ایمن داشت. A woman who was in charge of our block, of our station. زنی که مسئول بلوک ما بود با فهرستی آمد و نام کسانی را که قرار بود به اردوگاه کار اجباری بروند خواند. او نام من را هم خواند. من به او گفتم که اشتباه کرده چون من 16 سالم نیست. او به کاغذهایش نگاه کرد و گفت که در آنجا گفته شده من در سال 1925 به دنیا آمدم و 19 سال دارم. من در سال 1929 به دنیا آمده بودم. یک نفر اشتباه کرده بود. از این اتفاقها می افتاد. اما این اشتباه که توسط کسی انجام شد که نمیدانم کیست، جان من را نجات داد. گزارش کامل و یا فیلم کامل در این باره را در وبسایت رادیو آزادی و در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.